سلام بچه ها، امروز 18 نوامبر و داریم میریم سمت یه شهری به اسم ریمون نزدیک آلمانه. خیلی نزدیکه، حدود 50 کیلومتر تا شهر دوسلدورفه و حدودا 1 ساعته که داریم میریم اونجا. یه حراجی اونجا هست که انواع برندها مثل ورساچ، نایکی، پوما، یه بازار خیلی بزرگیه که الان میخوایم بریم اونجا و چیزایی که حراج خورده مخصوصا کفش نایکی رو براتون فیلم بگیرم بهتون نشون بدم قیمت‌ها رو و محیط اونجا رو. فکر می‌کنم ویدیو خوبی باشه، با من همراه باشید. بچه‌ها اینم بهتون نشون بدم که یه ایرانی سفر کوتاه هم که باشه ولی چایش رو یادش نمیره. خب بچه‌ها ما رسیدیم به اسمش انگار دیزاینا اوتلت هم هست اینجا. برای دوستایی که نیومدن تو گوگل میتونن بزنن. پارکینگ هم داره، بریم ببینیم چطوریه. پارکینگش هم فکر کنم نفریش پارکینگش هم In 100 Metern. Beim Kreisverkehr nimm die dritte Ausfahrt. Dann links ab. خب بچه نوشته شبیه هم پارکینگش 650 یوروه. خب الان ما وارد شدیم. این ورودی این حراجی بس میگن یا همون اوتلته که بریم ببینیم چطوریه. اینجا بچه هم میبینید که مردم صف گرفتن برای اینکه برن داخل فروشگاه گوچی. بعد یه نفر بیاد بیرون، یه نفر دیگه بره داخل. بریم چند تا قیمت هم نگاه کنیم که مغازه بوس اومدیم. الانم این مثلا یه کاپشن خیلی حرفه‌ای، قیمت ببینیم چنده. ارزون 489 یورو. ولی بچه خیلی مشتی ها، فکر کنم من مثلا بپوشیش اصلا سرد نشدی. بریم لباس زنانه هم ببینیم. مثلا این چنده قیمتش؟ خب این خدا رو شکر قیمت نداره. چرا؟ قیمتش چنده خدا؟ قیمتش من پیدا نمی کنم. 279 یورو. اینم رنگ مورد علاقه من، سفید با قیمت باور نکردنی 340 یورو. ولی نمیارزه این. خب از این حتی اصلا سبک اینجا خیلی متفاوته از آلمان. مغازهاش اصلا یه شکل دیگه است، برند همه پیش همدیگه و
و یه سبک کلا مثل خونه هم مغازه شدن. میگم تومی مغازه خیلی خوبیه. اینا حتما سعی میکنم برم. بذار همین الان بریم ها. بریم چه خبره. یه تیشرت با تخفیف از 48 تا شده 34. این قیمتش هم خوبه الان 34 یورو. یا این شده 54 تا 76 تا بوده. یا اینم باز رنگ مورد علاقه با قیمت پیدا نمی‌کنم. بریم که از کاپشناشون ببینیم. تخفیف خورده اینم 30%. کاپشن لیه. قیمتش 229 یورو. اوه. $139 یورو. این یکم بامزه است. شب یلداییه که قیمتش 149 یورو. همین چند تا از کفشاشون. این کفش مثلا قیمتش 148 یورو. خب بریم الان داخل فروشگاه لیوایز. یه فیلمی هم اینجا بگیریم. من چیزهاش 50% هم زده تخفیف خورده. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. چیزی به درد بخوری پیدا میکنیم یا نه. تیشرت سفید 22 یورو. 22 یورو خوبه. شلوار لیوایز. همیشه بچه بودم عاشق شلوار لیوایز بودم. یه شلوار آبی یخی هم داشتم. همیشه عشقم این شلواره بود. 90 یورو با تخفیف. 90 یورو بد نیست. 90 یورو اوکی. این چنده؟ 20 یورو. یه شلوارم این رنگی کلا به رنگ لیوایز معروفه. اینم پلنگه چشم قشنگه 17 و 45. خوبه اونا بد نیستن. شایکشو گرفتم الان. دستگاه رو نگاه کنید. یه تو باله. دستگاه اتوماتیکه برای نوشیدنیه. ولی ندیدم تو آلمان. خب بریم اول یه غذایی بگیریم بخوریم. خیلی گشنمه. اینجا دونر داره و پومس. شمس زمینی. Soğan yok. Soğan. Einmal Pommes bitte. Pommes? Ja. Small, middle or large? Large oder Mittel, ne? Middle? Ja. Mit Soße? Welche Soße? Mayonnaise bitte. 4,65 bitte.
اینم پومیس ما گرفتیم با سس مایونز. بریم کبابون هم بگیریم. خب بچه‌ها قیمتاش یکم بالا بود نسبت به آلمان. یک کباب ترکی اینجا گرفتم 9 خورده ای ولی خیلی کوچولو هم هست، نصف مال آلمانه. بریم تو کارش. سواره معمولیه ولی سیب زمینی خیلی خوشمزه است. ریمون توی قسمت جنوب هلنده و یکی از بازارهای معروف کلا هلنده که خود هلندی‌ها هم خیلی هاشون میان اینجا خریدشون میکنن. واقعا همه برندها اینجا هست. مثل باور نکردن اینقدر شیکه. من تا حالا آمریکا نرفتم ولی فکر کنم مثل چیزایی که تو یوتیوب دیدم قبلا مثل بیورلی هیلز و اینا مثل اونجا هست. واقعا باحاله. اشتفی هم اینجا میبینید در تصویر. سلام اشتفی. آدیداس و اینم نایک یا نایکی. بریم ببینیم چی پیدا میشود. Let's go. بچه‌ها رسیدیم به کفشا. بریم سمت تخفیف‌ها. نکنه اینجا زده که این قسمت 30% تخفیف داره ولی میگم این قسمت تخفیف‌های خیلی بیشتری هست. بریم ببینیم چطوریه. مثلا اینو نگاه کنیم. این الان زده 97 تا ولی فکر کنم 30%ش کم میشه. فکر کنم یه حدود مثلا 60 تا در میاد. ولی نکنید تمام اینا یه گوشه دیگه هست. اینا که تخفیف‌های زیاد دارن. مثلا این مدل باحالیه. میره تا کجا آباد. اینا هم کفشاییه که توی این قسمت نیستن. مثلا این الان گذاشته 62 یورو. قیمتاش خوبه واقعا. یا این 62 یورو اینم باز باحاله. خب گفتم بهتون کفش باز نشون بدم قیمتا رو. می‌بینید مثلا این کفش قرمز زده 92 یورو. نگاهش کنید چطوره. چه باحاله. یا مثلا اینو گذاشته الان 100 یورو. مثلا با تخفیفش فکر کنم در میاد 70. خب
اینم خانم اشرفی رو میبینیم که در حال خرید کفش نایکی، کفش مورد علاقه است. سری قبلی هم این اومدیم از همینجا خرید کفش پوما. Hast du etwas gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Das ist auch schön. Ja. هم زیباه. یکی بخواد تیپ قرمز بزنه باحال میشه. قیمتش زده 100 یورو فکر کنم 70 میشه با تخفیفش. اینجا خیلی بزرگه. ولی خب قسمت کفشای خیلی سقف بالاشون همینجاست که کارتوناشو باز کردن. آره من یه بار این مردم هم نگاه کنیم ببینیم دیگه اینجا سعی کنم یه کفش بگیرم اصلا. اینم باحاله هر کسی که ولی آبی رو تیپ بزنه. 3 تا آبی. چطوره؟ خیلی نارنجی طوریه. بریم یکم شلوار ملوار نگاه کنیم. این 39 تا باحاله. تیشرت 27 تا قیمتاش خوبه واقعا. هفتاد تا این خوشگله 83. صد و نه تا 70 100 تا 37 تا 41 64 اینجا هم باز تخفیف ها رو داریم. بچه گونه هم البته انگار. نگاه کن این باحاله. 29 یورو. Hast du Geld? خانم اشرفی در حال پرو کردن Oh, ist gut. خوشگله. Das ist gut. قیمتش هم خوبه. 57 تا. این رنگش هم هست.
بچه این کیفه رو من میخوام بگیرم، میکنم خیلی باحاله. تقریبا خورده یه حدود 18 یورو 41 یورو، ولی خیلی مشتیه. بریم تو کارش. من کفش گیرم نیومد ولی اشتفی کفش رو گرفت، میکنم باحاله. مشکل مبارک. اینم پایه هم باحاله، این اینا هم میگیرم. مشکی اینجا مغازه دستکاره داریم، بریم با هم ببینیم که چیه. این تیشرت قیمتش عالیه بچه ها، 370 یورو. عالی. این قیمتش 2500 بچه قیمت خیلی بالا است. فقط نگاه کنید که کفش رو نگاه کنید. قیمتش 395 دلار یورو فکر کنم باشه. این باحاله. قیمت 1000 تا تقریبا 990 تا. اینم من خودم. سلام. نه مبارک کفشاش. که تخفیف خورده زده 200 یورو. اینم کلاه آیکون 80 یورو. کفشاش شلوار شده. قیمت ها 635 یورو. خیلی گرونه. خیلی گرونه. فکر نمی‌کنم اینقدر گرون باشه. یکی قیمتش تخفیف خورده 275 تا. مثلا خورده ولی پولش ببینید. عالی عالی. من باز میتونی شلوارش 275 و خب اینم از من اشتفی که در تصویر اینه با خریدامون. اصلا خیلی باحال بود. این ویدیو هم دیگه داره به پایان میرسه و ما دیگه داریم برمیگردیم خونه با خریدامون. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. اشتفی فهم choose some.
مثلا مغازه سواروسکیه که توی ایران هم مثل محصولاتش هست، چیزای تزیینی و زینتیه. بریم ببینیم چی هم. اشتکنم با کافین جدیدشه. Wat vind je van zorgen? Ik had wel als constant kennen bij dienst. قیمتشون هم بد نیست. 89 یورو، 99 یورو، 55 یورو. الان این زده 179 یورو دستنده. این هم که در خدمتتون، خیلی چاکریم. 159 یورو. نه مشرفی، سلام مشرفی. باحالن. بالا 200. نه باحالن، بتمن هم. این چه خوشگله. علایدینه. چه قهوه گوشی 125 تا 59 تا. خب الان میخوایم پرداخت کنیم پول پارکینگ رو. قیمتش هم 650. Meine Portemonnaie ist da. فکر کنم یه 2 ساعت یا 3 ساعت بود تقریبا اینجا بودیم. قیمتش بد نیست. برای چیزای نسبت به چیزای دیگه قیمتش خوب بود، چون یه آب خریدیم 4 یورو فقط. خب بچه‌ها اینم از ریمون و قصه ما به سر رسید. ویدیو رو اونوری کنیم. بچه‌ها اینم از ریمون، قصه ما به سر رسید. یعنی برمیگردیم خونه هامون ساک به دست. چیزی که مونده یه خاطره است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.